با درود. به من افتخار داده شده که در 25مین سالگرد تأسیس بنیاد میراث پاسارگاد و 20مین سالروز پیشنهاد این بنیاد برای نامیدن سمبولیک روز 7 آبان به عنوان روز کوروش بزرگ پیامی برای دوستان بفرستم. اجازه دهید در بخش اول پیامم چند جمله درباره بنیاد میراث پاسارگاد بگویم. من مدت‌ها بود که از راه دور با فعالیت‌های با ارزش این بنیاد و بنیانگذار اصلی آن بانو شکوه میرزادگی نازنین آشنایی داشتم، ولی افتخار آشنایی نزدیک و شخصیم با این سازمان و شکوه دوست داشتنی با علنی شدن فعالیت‌های ادبی من همزمان شد و با اطمینان می‌توانم بگویم که یکی از گرانبهاترین نتایج این فعالیت‌هایم تا به امروز همین بوده است. با این حال من تا به امروز خودم را در جایگاهی ندیدم که بخواهم سپاس و قدردانی خودم را آنگونه که بایسته و شایسته است در برابر کارهایی که این بنیاد تا به امروز به انجام رسانده ادا کنم. امروز هم چیزی تغییر نکرده و زبان من همچنان از بیان ارزش این دستاوردها الکن است. از این رو در اینجا تنها به گفتن این نکته بسنده می‌کنم آنچه که ایران امروز را به یکی از کهن‌ترین کشورهای جهان با مردمی پر افتخار تبدیل کرده، آن ارثیه فرهنگی بسیار گرانبهایی است که در طی 47 سال گذشته به طور پیوسته مورد هجوم وحشی‌ترین حکومت تاریخمان قرار گرفته و به شکرانه فعالانی چون شکوه میرزادگی و یارانش در این بنیاد تا به امروز از نابودی مصون مانده است. شاد باش و سپاس بیکران من به گردانندگان بنیاد پاسارگاد و سپاس از اینکه هستید. یکی از ابزارهای حفظ میراث فرهنگی پدید آوردن سمبول هاست، یعنی همان کاری که بنیاد با نامیدن روز 7 آبان به عنوان روز کوروش انجام داد و این نکته پلی است که مرا به بخش دیگر این پیام هم میرساند و آن شخصیتی است که برای ما به عنوان پادشاه اولین امپراتوری ایرانی در تاریخ یعنی کوروش کبیر آشناست. اقرار می‌کنم که یافتن جملات و گفتارهای تازه در وصف این پادشاه برای من کار ساده‌ای نیست، چرا که من درباره جایگاه والای کوروش در تاریخ ایران و جهان بسیار نوشته و گفتم بدون اینکه ذره‌ای در دام مجیزگویی و مجیزگویی بی‌پایه افتاده باشم. در اینجا میخواهم تکرار کنم که ارج نهادن به شخصیت‌ها و مفاخر تاریخی تنها با مجیزگویی و مداحی و یا غلوف کردن پیرامون آنها عملی نمی شود. اگر ما چیزی را شایسته ستایش می دانیم بایستی دلیلش را هم بشناسیم و تلاش در زنده نگه داشتن آن ویژگی هایی داشته باشیم که آن را بزرگ کرده و مایه افتخار ما ساخته است. از کوروش چیزهای بسیاری می توان آموخت که من پیرامون آنها بسیار گفته و نوشتم و اینجا فرصت تکرار آنها نیست. من میخواهم در این پیام با آن نکته اشاره کنم که شاید چاره معضل امروز کشور ما نیز باشد و آن تعریف سرزمین ایران و شهروندی این کشور است. پیام‌های کوروش در این رابطه گویا و آشکار هستند. اگر بخواهم این آموزه ها را در یک جمله خلاصه کنم، آن جمله این گونه خواهد بود: سرزمین ایران کشور مردمی است که در آن زندگی می کنند و در این تعریف چیزی یا عاملی که به آن خدشه وارد آورد جایی ندارد. ایرانی بودن به رنگ پوست، گویش زبانی و باور سیاسی یا دینی قابل تعدیل نیست. تقسیم شهروند ایرانی با پس یا پیشوندهای بیولوژیکی، زبانی، سیاسی و یا دینی ممکن نمی باشد. اگر سرزمین ایران در زمان کوروش از هند تا دریای مدیترانه کشیده شده بود، شهروندانش هم ساکن همین پهنه بودند، با زبانها، تیره‌ها و یا خدایان گوناگون. هیچ کدام از ما نمی تواند امروز ثابت کند که بازمانده کدام بخش از آن مردم است. من مردم در بند را آزاد کرده و با خدایانشان به خانه خود فرستادم.
این آن پیامی است که از کوروش برای ما باقی مانده است. مردم آزادی که با خدایان خود به خانهشان بازگشتند، مردمی بودند که همچنان در چارچوب سرزمینی به نام ایران یا پارس باقی ماندند و شهروند این سرزمین شناخته می شدند. کسانی که امروز نام کوروش را در پلاکات‌های بزرگ در اورشلیم و یا تل‌آویو می‌نگارند، از او نه به نام پادشاه کسانی که در محدودی امروزی ایران زندگی می‌کنند، بلکه به عنوان پادشاه سرزمین ایران در زمان کوروش و از جمله سرزمین خود یعنی پهنه یهودیه نام می‌برند. کوروش همانقدر پادشاه مردم ساکن آنشان بود که پادشاه یهودیان اورشلیم و یا سایر مناطق کشور. چیزی در آن زمان پارسی زبانان ساکن ایلام را از مردم سغدی ساکن شرق ایران، یونانی زبانان آسیای کوچک، یهودیان یهودیه و یا ساکنان ارمنستان که همگی ساتراپ‌های امپراتوری بزرگ ایران بودند جدا نمی‌کرد. هر کس این را ندیده که گرفته باشد کوروش را نشناخته است. نامش و روزش جاودان باد. تندرست و پیروز باشید.